صدا به صدا برسه و از بیانات و جا استفاده کنیم. صلوات سوم رو بلندتر. سلام علیکم و رحمت الله جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا العبد المؤید والسند الممجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. همه با هم دعای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان رو زمزمه کنیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا. جان ما آمدت هجرت برلن روز ما بین که بود تیره تر از شب بازا. ای امید دل صدیقه کبرا عجل وی زداینده از دل زینب بازای. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب الزمان یا ایها العزیز مسنا و اهلنا النور و جئنا ببضاعة شام شهادت مادرت حضرت زهرا به این حسینیه به این مرکز آمدیم. همه این مردم اومدن به شما که صاحب عزا هستی تسلیت بگم. آقای من مولای من ما صاحب عزا رو دم در ندیدیم، چشمان سرمون ندید شما. ای آقای عالم جز گریمون جز نبه و سینه زدنم جز این عرض ادب و هدیه نداری.
الله يجزي المتصدقین. خداوند متعال در تمام آمات و لحظات همگی ما رو در زیر سایه توجهات و عنایات امام زمانمون قرار دهد، به قصد و نیت سلامتی حضرتش، تعجیل در امر فرج و ظهورشون و عرض تسلیت و ادب محضر اون بزرگوار، همه با هم صلواتی محمدی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه است و شب خیرات است برای همه اموات گذشتگان، علل خصوص گذشتگان از خودتون، از این جمع حاضر، گذشتگان از بانیان خیر، گذشتگان از خدمتگزاران به این مجالس. هدیه کنید به ارواح همشون، علماء ربانی گذشته، صلحا، شهدا، حقداران، ثواب قرائت فاتحه، قبل از اون باز هم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم. من هم تشکر خودم رو به عنوان یک بچه سید از همه شما سروران و خوبانی که از راههای دور و نزدیک، چه خانم‌های مکرمه چه آقایون محترم، زحمت خودتون انداختید و آمدید به مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها که عاشورای فاطمیه رو رقم بزنید با شکوه هرچه بیشتر، عظمت هرچه بیشتر، و نیتتون شاد کردن قلب و دل حضرت ولی اصل ارواحنا فدا هست که حضرت ولی اصل ببینن این گوشه از عالم عاشقان و دوستانشون به یاد و نام مادرشون حضرت زهرا دور هم جمع شده اند و نام حضرت زهرا و شهادت حضرت صدیقه رو یادآوری میکنن و بزرگ میدارن. تشکر میکنم. خدا توفیق به من داده که در جمع شما، باور کنید داستان جور دیگری بوده است و ما از باب قسمت خدمت شما رسیده ایم. ما بنا بوده جای دیگه باشیم، اونجا جلسه کنسل شده، راهی دیار شما شده ایم و به فال نیک میگیرم. امیدوارم انشاءالله بتونم خدمتگزاری درباره حضرت زهرا رو در جمع شما در این 3 شب انشاءالله داشته باشم. باز هم سلامتی خودتون، سلامتی همه کسانی که برای برپایی این مجلس و این مجالس تلاش کردند و زحمت کشیدند و زحمت میکشند، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل با کسر اجازه از سروران مکرم روحانی خودم حاج آقای صالحی فرمودید، درسته؟ بله؟ حاج آقای صالحی و حاج آقای بهمنپور یه چند دقیقه ما مزاحمت میکنیم انشاءالله خدمت شما. آیه‌ای که قاری محترم با این صوت دلنشینشون قرائت کردن، آیه 35 و 36 سوره مبارکه نور بود. احسنت. این آیات، این 2 تا آیه، اونطور که در تفاسیر مختلف شیعه و سنی آمده است، تفسیر شده است به وجود مقدسه و منوره حضرت زهرا سلام الله علیها. آیه این گونه شروع می شود: الله نور السماوات والارض. اینجا نور به معنای وجود است، یعنی وجود آسمان و زمین به کیه؟ خداست. هستی عالم به خداست. ولی وقتی میخواد این نور و این هستی رو
براش مثال بزنه و در مقام تبیین و توضیح این نور بر بیاید، میفرماید مثل نورهی کمشکات، مثل نور خدا، مثل اون حقیقت وجود پروردگار که هستی عالم از اوست، مثل یک مشکات و چراغدانه. مشکات یعنی چراغدان. فیها مصباح، در این مشکات، در این چراغدان، مصباح یعنی چراغ است. این چراغ چگونه نور میدهد؟ المصباح فی زجاجه، خود اون چراغ و اون مشعل در یک محفظه شیشه‌ای. تصور کنید اینها رو، قرآن که تصور کنید، در یک محفظه شیشه‌ای. فی زجاجه، از زجاجه تو کأنها کوکب دری. اونقدر این مشعل، این چراغ نورانیه و نورش بسیار شفافه که در این محفظه شیشه‌ای نورش مثل یک ستاره است که در آسمان می‌درخشد. کأنها، مثل کوکب یعنی ستاره دری نورافشان. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. آیتی که شم یادم رفت. المصباح فی زجاجه، از زجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونه. روغن این چراغ که از اون روغن این مشعل داره ارتزاق میکنه و نورش و شعلش از اون میاد بیرون. این روغنی است از بهترین درخت زیتون. درخت زیتون، اونهایی که در محلهایی هم که درخت زیتون اونجا رشد میکنه و از زیتون روغن میگیرن، میگن هرچه مستقیم تر باشه، صافتر بره بالا، به یک طرف راست کج نشده باشه، به طرف چپ کج نشده باشه، روغنی که ازش استحصال میشه عالی‌تر، شفافتر و بهتر. قرآن میگه این روغن از درخت زیتونی است که لا شرقیه است، یعنی نه چپ رفته ولا غربیه، نه راست رفته، مستقیم رفته بالا. اونقدر این روغن شفافه که یکاد زیتها یضیء، خود اون روغنه نور میده تا چه رسه به وقتی که آتش از او برخیزد. ولو لم تمسسه نار. بعد میگه این نورون علی نور است، یعنی آتش روی این روغنه، چون روغن خودش نور دهنده است، این آتش روی او نور او رو دوچندان میکنه. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خدا مثل میزنه تا شما در اون امثال و در اون مثال ها دقت کنید. در روایت است در کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، در کتاب شریف تفسیر عیاشی، در کتاب شریف تفسیر فرات کوفی که المشکات فاطمه، اون چراغدان که این چراغ با این مواصفات، با این توصیفات در اوست، کیه؟ فاطمه است. اساره هستی، اساره جهان، اساره وجود فاطمه سلام الله علیها است. و این نورون علی نورها فرزندان فاطمه هستند، یکی بعد از دیگری، امامون بعد امام. بعد قرآن کریم میگه فی بیوتن. من عمدن سریع دارم میذارم، خیلی صحبت سرش هست، میخوام به یه نکته مهم برسم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. آقا دنبال اون چراغدان اگر میگردی، دنبال اون هستی اگر میگردی، دنبال اون نور مطلق اگر میگردی،
اون نور مطلق را باید تو خانه هایی پیدا بکنی و جستجو بکنی تا پیدا بکنی که توی اون خانه ها خدای متعال اجازه فرموده است که این خانه ها بالا روند، با ارزش شوند، چون در اون خانه ها در هر صبح و در هر شام تسبیح خدا و ذکر و یاد خدا می شود. فی بیوت اذن الله ان ترفع، این خانه ها رو خدا خواسته بره بالا. و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. غدو یعنی صبحها، آصال یعنی عصرها. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کسانی توی این خانه ها زندگی میکنن که مثل بقیه مردم دارن شب رو صبح رو شب میکنن، اما مثل بقیه مردم میخورن، میآشامن، کار میکنن، زندگی میکنن، اما امور روزمره زندگی اونها را از یاد خدا و توجه به خدا غافل و دور نمیکنن. این خونه هاست که اون نور در این خانه ها می درخشد. این خانه هاست که میشه الگوی بقیه خانه ها. این خانه هاست که از توش امام بیرون میاد، از توش حجت خدا بیرون میاد. شخصی برخاست به پیغمبر گفت یا رسول الله ای البیوت هذه، این خونه هایی که قرآن میگه کدوم خونه هاست؟ پیغمبر فرمودن بیوت الانبیا و ابناء الانبیا، خانه های پیامبران و فرزندان پیامبران. اشاره کرد چون مسجد پیغمبر یه جوریه، اونایی که مشرف شدن میدونن، مثلا محراب و منبر پیغمبر اگر اینجا باشه دست راست میشه خونه پیغمبر. اونایی که رفتن دیدن پشت خونه پیغمبر هم خونه حضرت زهرا بوده که الان همش شده ذریح پیغمبر. این الان خانه حضرت صدیقه داخل ذریح پیغمبر قرار داد. اشاره کرد این که نشسته بود اینجا، اسمش هم تو بعضی از تفاسیر آوردن که من حالا به دلایلی نمیگم، بلند شد رو به پیغمبر که پیغمبر پشت به قبله رو به مردم ایستاده بودن، گفت یا رسول الله بیتو، با دست چپش اشاره کرد، بیتو علی و فاطمه من هذه البیوت، خونه علی و فاطمه هم از همین خونه هاست. حضرت فرمودن نعم بل من افاضلها، نه تنها این خونه جز این خونه هاییه که قرآن داره ازشون صحبت میکنه، بلکه این خونه از بهترین اون خانه هاست. این خانه است که نور خدا در اون میتابد و از این خانه است که نور خدا به بقیه جاها طلوع میکنه، ساطع میشه، درخشش میکنن. و هر خونه ای که مثل این خونه بشه لیاقت دریافت این نور رو پیدا میکنه. یه نکته اخلاقی بگم و بعد صحبتم رو ادامه بدم. سروران، عزیزان، خوبان، دوستان اهل بیت، شماهایی که اومدید توی کشوری دارید زندگی میکنید که کشور اصلی خودتون نیست، یه سری آزادی هایی بهتون داده، یه سری آزادی هایی هست که تو کشورهای ما ممکنه نباشه این آزادی ها، اما در عوض لغزشگاه هایی هم دارد که اگر انسان حواسش به خودش و خانواده اش نباشه اون چنان سر میخوره که از دین میره بیرون به راحتی. تنها وسیله‌ای که میتواند تضمین به ما بده و ما رو بیمه بکنه در مقابل این سرخوردن ها توی این لغزشگاه ها اینه که خونه هامون بشه شبیه خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین. خونه حضرت زهرا، خونه امیرالمومنین خانه ای بود که جای ذکر و یاد خدا بود
و خانه های فرزندانشون هم همینطور. یه حدیثی هست از امام صادق علیه السلام، خیلی این حدیث زیباست. حضرت میفرمایند البیت الذی لا یذکر الله فیه ولا یقرأ فیه القرآن تنزله الشیاطین و تهجره الملائکه. خونه‌ای که تو اون خونه قرآن خونده نشود، یاد خدا توی اون خانه نشود، شیطان ها میان تو اون خونه جا میگیرن برای خودشون. فرشته ها از اون خونه فراری هن. دیگه چی؟ ولا یستجاب الله ولا یستجاب الدعاء فی و تقل برکته. برکت از این خونه کم میشه، دعا توش مستجاب نمیشه. از اون طرف خانه ای که در اون خانه قرآن خونده می شود به صورت مستمر روزانه، اصلا اهل خانه. ببینید امام صادق علیه السلام تو همین روایت ابتداش رو هم رفت بخونم، حضرت میفرمایند پدر من یعنی امام باقر، ما اهل خونه رو بعد از برای نماز صبح همه رو صدا میزدن، با چه محبتی، با چه خوبی، با چه ملاطفتی همه رو بیدار میکردن. میگفتن پاشید همه با هم نماز بخونیم. اهل خونه بچه ها بودن، خانم بودن، حتی کلفت ها و نوکره هایی که خادمایی که تو خونهشون خدمت میکردن، خیلی هاشون نامسلمون هم نبودن، خیلی هاشون بلد نبودن قرآن بخونن، همه رو بیدار میکردن. بعد از اینکه نماز میخوندن، اونایشون که اهل نماز بودن، بعد از اینکه نماز میخوندن میفرمودن بشینید. امام صادق میگه فرمودن بشینید با همدیگه قرآن بخونیم. کسی هم که بلد نیست قرآن بخونه ذکر بگه، ذکر و یاد خدا، لا اله الا الله بگو، الله اکبر بگو. مدتی که بین نماز تا طلوع آفتاب بود میگفتن قرآن بخون. بعد حضرت میفرمایند و به ما میگفتن عزیزانم، خونه ای که توش قرآن خونده میشود، خونه ای که توش ذکر و یاد خدا میشه، فرشته ها به این خونه نازل میشن. برعکس ملائکه به این خونه نازل میشن. شیطون ها و اجنه از اون خونه فراری هم، تهجر فرار میکنن. تکثر و برکت این خونه زیاد میشه. به به. دیگه چی؟ اهل این خونه دعا میکنن، دعاشون خدا مستجاب میکنه. خونه هامون رو شکل خانه های اهل بیت کنیم. بیمه میشود، اهل اون خونه بیمه میشن. یا آقای امروز داشتن برای من میفرمودن ما این گونه بچه هامون رو توی این خانه ها نگه داشتیم، بزرگ شدن، الان نگاهش میکنم میبینم همش تو فکر اینه که یک جای اسم اهل بیت بیاد بنشینه، مرتب اسم اهل بیت تو گوشش داره میشنوه. خیلی بچه ها همش این موسیقی های کذا و کذا گوشی ها تو گوششون دارن گوش میدن. بچه من میبینم مداحی گوش میده، کیف میکنم. بله، هر کسی، هر پدری، هر مادری برای اینکه یک چنین فضایی تو خونش ایجاد بکنه به زحمت افتاد، خسته شد، بدونه سود کرده. هر چی برای بچت هزینه کنی، برای تربیتش هزینه کنی، هزینه نکردی، سود کردی، تمامش سوده. این قسمت اول صحبتم. و اما قسمت دوم صحبتم متناسب با مصیبتی که امروز وارد شده است به اهل بیت، به این برمیگرده که پیغمبر کوتاهی نکردند در معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین. ابن عباس میگوید یه روزی پیغمبر فرمودن روی منبر، این حدیث رو سنی و شیعه آوردن، رو منبر فرمودن که خلقت فاطمه من با بقیه مردم فرق. گفتیم یا رسول الله چه فرقی داره؟ او هم بشر است مثل بقیه، آیا او انسان نیست؟ فرمودن لا، نه، انسان هست اما با یه تفاوتی با بقیه انسان ها.
ان فاطمه خلقت حوریه فی صورت انسیه. فاطمه من حوریه است در قالب انسان. قالبش قالب انسانی، حقیقتش حقیقتی است ماورا و بالاتر از انسان. گفتن چطور؟ حضرت فرمودن اون شبی که به معراج رفتم، جبرئیل امین سیبی بهشتی برای من آورد و به من گفت ای پیامبر، این هدیه پروردگار توست به تو، او رو بشکن، باز کن. گفتم حیفم میاد هدیه پروردگارم رو باز کنم. گفت امر پروردگاره. سیب رو که باز کردم، نوری از اون سیب، از داخل این سیبی که شکافتمش، به صورت من زد که چشمان من رو گرفت. جبرئیل گفت بخور. گفتم این نور چیه؟ گفت این نور فاطمه سلام الله علیها است. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل. وقتی اون سیب را خوردم، این نور در صلب و پشت من قرار گرفت. سپس به رحم خدیجه انتقال پیدا کرد و سپس خدیجه فاطمه مرا به دنیا آورد. لحظه ای که فاطمه من به دنیا آمد، از صورت او همون نور می درخشید، به گونه ای که به دیوارهای شهر مکه تمام این نور نشست. اشرقت الارض به نور ربها، در ذیلش این آیه، این حدیث به این تفسیر آمد. یه روز عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله، ما زیاد میبینیم شما فاطمه خودتون رو میبوسید، میبویید، چقدر فاطمه تون دیگه بزرگ شده، چقدر میبوسیدش، چقدر میبوییدش؟ پیغمبر فرمودن عایشه تو چه میدانی که من چرا فاطمه ام رو اینقدر میبوسم؟ فاطمه من بوی بهشت میدهد. فاطمه من سیب بهشتی است. هرگاه من پیغمبر مشتاق بوییدن بوی بهشت میشوم، فاطمه ام را میبوسم و میبویم. فاطمه با بقیه فرق داره، احترام داره. پیغمبر خدا راجع به خانه حضرت زهرا هم که چقدر احترام دارد برای مردم صحبت ها کردن. یکیش این بود که گفتم، بازم دارد. انس ابن مالک و غیر از انس خادم پیغمبر و غیر از انس بقیه اصحاب پیغمبر، نزدیک علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان آوردن، نزدیک به 35 راوی این قصه رو آوردن و نقل کردن. ماشاءالله. بعضیاشون گفتن 6 ماه، بعضیشون گفتن 8 ماه، بعضیشون گفتن 1 سال. پیغمبر اکرم 1 سال تمام هر روز قبل از اذان صبح می اومدن، دو دستشون رو دو طرف درب خانه فاطمه شون می گذاشتن، دو دست، و با صدای بلند می فرمودن السلام علیکم یا اهل البیت، الصلاة یرحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. سلام بر شما ای اهل بیت من. وقت نماز است. خدا اراده فرموده است شما خانواده را از هر رجس و هر پلیدی پاک و پاکیزه بود. و بعد از اون پیغمبر امر شدن از طرف پروردگار که همه خانه ها، در خانه ها به سمت مسجد پیغمبر باز میشد. تصور کنید مثلا اینجا مسجد باشه، دور تا دور خونه های اصحاب پیغمبر بود، اونایی که با پیغمبر از مکه هجرت کرده بودن مدینه، در خونه هاشون به مسجد باز میشد. یه طرف دیگه هم به اون طرفی که بود دستور اومد پیغمبر همه باید در خونه هاشون ببندن به مسجد. چرا؟ چون به حالت
جنابت، با حالاتی که نباید وارد مسجد بشن، اینا ممکنه از تو خونه ها بیان وارد مسجد بشن. فقط یه در خونه باز بمونه، اونم اون در خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام اللهم صل علی محمد و آله. چرا؟ عمر اومد گفت یا رسول الله اجازه بدید یه پنجره از خونه من به مسجد باشه. فرمودن نه. گفت اجازه بدید یه ناودون بین خونه من و مسجد باشه، آب بارون که میاد آب بارونا بیاد از تو این ناودون بیاد تو خونه من، تبرک مسجد بیاد تو خونه. فرمودن نه. گفت اجازه بدید یه سوراخ رو دیوار خونه من باشه فقط که از این سوراخ بتونم تو مسجد رو تماشا کنم. فرمودن اگر بگی به اندازه یک سر سوزن، یک سوزن نمیشه. گفت چرا؟ حضرت فرمودن امر خداست، این خونه با بقیه خونه ها فرق دارن. یعنی چی؟ یعنی ای مردم بدانید فاطمه من که حوریه ایست در قالب انسان با بقیه زنها فرق دارد. خانه فاطمه با بقیه خانه ها فرق داره. درب خانه فاطمه با بقیه خانه ها فرق دارد. فرزندانی که توی این خانه هستن با بقیه خانه ها فرق دارن. آقایی که توی این خانه هست امیر عالم امیر المؤمنین با بقیه آدما فرق دارد. یعنی مواظب باشید خدایی نکرده بعد از من احترام این خونه از بین نرود. یا رسول الله کجا بودی ببینی چه کردن؟ حیفم میاد اینو نگم. 2-3 دقیقه یکی اومد مدینه پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بار داشتم مسافرم با خودم بارامو دزدیدم بردم چیکار کنم؟ ندارم غذا ندارم بخورم، لباس ندارم، مرکب ندارم. حالا شتر داشته، اسب داشته، هرچی داشته دزدیدن بردن. یه کاری برام بکنی من وامونده راهم. پیغمبر یه نگاهی کردن به اصحابشون کسی چیزی نمیگه. گفتن من خودم الان چیزی ندارم بهت بدم اما میفرستمت یه جایی. ببینی تا کجا پیغمبر کار کرد. میفرستمت یه جایی که میدونم اونجا بری دست خالی بر نمیگرد. کجا فرستادنش؟ به بلال. فرمودن بلال پاشو دست این مردو بگی ببرش در خانه دخترم زهرا. فرمودن یه جایی میفرستمت الدال علی الخیر کفائله، میفرستمت یه جایی که از در اون خانه دست خالی بر نمیگردی. دخترم فاطمه کسی را از در خانهش دست خالی بر نمیگرد. یا رسول الله این خونه یعنی خیلی ثروتمندن. حالا ببین بلال آوردش در خانه حضرت زهرا در زد. فرمودن کیه؟ گفت منم بلال هستم از آنگوی پدرتون پیغمبر به من فرمودن این مرد رو بیارم در خانه شما. مردیست وامانده در راه مونده دار و ندارش رو ازش زدن. حضرت زهرا فرمودن که باشه. نگاهی کردن دور اطراف خانهشون چیزی نیست. یک گلیمیه که شبها امام حسن امام حسین روشون میندازن سرما سردشون نشه، روزا روش میشینن. کف خانه هم که ماسه نرمه. گلیم رو جمع کردن از لای در دادن بیرون. گفتن اینو بگیر ببر. مرده گرفت گفت که دختر پیغمبر دستتون درد نکنه ولی من این گلیم رو چیکارش کنم؟ فرمودن برو بفروش. گفت این گلیم پاره رو کی از من میخره؟ فرمودن راست میگی چیزایی که تو خونه ماست باید خودمون میتونیم استفاده کنیم. بده برگرد. گلیمو گرفتن گذاشتن اونجا دنبال یه چیز دیگه که بهش بدن. چی بدن؟ چی بهش بدن؟ یه نگاهی کردن به سر و روی خودشون، گردن بندشون تو گردنشون.
واقعا یک همچی آدمی آدم عادیه؟ واقعا ما این کارو میکنیم؟ گردنبندشون رو کندن از گردن، منتظر نشدن قفلش باز بشه، قفلش رو بکن، کندن، گذاشتن روی پارچه‌ای، پارچه رو از لای در دادن، فرمودن این گردنبند رو انشالله ازت میخرم. تشکر کرد، اومد رفت، با بلال رفتن پیش پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، اصحابم بودن. پیغمبر یه نگاهی کردن، فرمودن فعلت، کارو کرد، فداها ابوها، میدونستم، یعنی میدونستم که دخترم یه همچی کاری میکنه، پدرش فدایش. اما ای اصحاب من، ای کسانی که اینجا نشستید، بدونید من پیغمبر میدانم که فاطمه من تنها زیوری که یک زن 1000 تا زیور گردنبند، دستبند، انگشتر، گوشواره، همه چی ممکنه خلخال داشته باشه، طلا غیر، تنها زیوری که دختر من داشت همین گردنبند. و من میدونستم دست خالی کسی از در خونش رد نمی کنه، حتی اگه بنا بشه عزیزترین چیزشو بده. دختر من شب عروسیش لباس عروسی خودشو داده، تا چه رسد به کی اینو میخره؟ عمار گفت یا رسول الله من میخرم. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه این مرد رو سیر کنم، لباس بهش بدم، مرکب سواری بهش بدم، پولم بهش بدم، برسه به شهر و دیارش. قبول آقا؟ بله قبوله. بفرمایید آقای عمار شما اینو بگی، آقام تحویل شما. بعد عمار برش داشت و بردش و این آقا رو راهی کرد و بعدم اشکای پیغمبر رو نتونسته بود تحمل بکنه، گردنبند رو تر و تمیز کرد، چند تا دست کشته تر و تمیزش کرد و فرستاد خونه حضرت زهرا با اون غلامش. گفت که حضرت زهرا تا این غلام در زد، فرمودن کیه، چیکار داری؟ گفت منم غلام عمار، اومدم گردنبند شما رو بهتون برگردونم و مرا هم به شما هدیه کرده به عنوان خادم. حضرت فرمودن گردنبند رو قبول میکنم، وعده خداست که هر کسی انفاق بکند ما انفقتم من خیر فهو یخلفه، خدا جاشو پر میکنه. خدا برام دوباره فرستاد، دعای اون مردم پشت سرم، دعای پدرم پشت سرم و تو رو هم در راه خدا آزاد کردم. غلامش رو میکرد خندیدن، فرمودن چرا میخندی؟ گفت تعجبم از گردنبند با برکتی که یک گرسنه‌ای رو سیر کرد، بی لباسی رو لباس پوشانی، بی مرکبی رو مرکب دار کرد، بعدم غلامی رو در راه خدا آزاد کرد، آخرش هم به دست صاحبش برگشت. این ایمان حضرت صدیقه سلام الله علیها. حالا من اینو گفتم برای این نکته که ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیغمبر تا کجا به مردم معرفی کردن. بگن مردم اگر خانه فاطمه رو چسبیدید بهش، اگر در این خونه اومدید، دنیاتون آباد، آخرتتون آباد. تو دنیا همه چی گیرتون میاد، آخرت آقایون خانوما بهترین توسل و بهترین چاره‌جویی در خونه حضرت زهراست. امامان ما هر وقت گرفتار می شدن به مادرشون حضرت زهرا متوسل می شدن. امام باقر علیه السلام مریض شدن، تبدار شدن، آب می‌ریختن رو صورتشون، می‌گفتن یا فاطمه. اما مردم بعد از پیغمبر قدر این مقام و منزلت رو نداشتن. بدبخت ها می اومدید کنار در خانه فاطمه، به انی تارکن فیکم الثقلین که پیغمبر فرموده بود عمل میکردید، کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگه قرآن و اهل بیتو با هم بهشون میچسبیدید گمراه نمیشدید. اما خودشون رو گمراه کردن، دنیاشون رو به بدبختی کشوندن، مردم و نسل‌های آینده رو به بدبختی کشوندن، آخرتشون رو هم نابود کردن. ای وای به حالشون.
برای من نوشتن آقای بهمنپور چند خطی هم چند کلمه‌ای هم عربی صحبت بکنید. من اجازه میخوام از شما سروران فارس زبان که چند کلمه همین صحبت‌ها رو به زبان عربی توضیح بدم برای سروران عرب زبانی که تو مجلسمون حضور دارن و بعدش هم انشاءالله روزه بخونم. اعزائي العرب الحاضرين، كان موضوع بحثنا الليلة تفسير هاتين الآيتين من سورة النور، آية 35 و 36 34 35 36 من سورة النور. وبينا أن المقصود من هذه الآيات سيدتنا الزهراء سلام الله عليها المشكاة فاطمة كوكب دري. والمقصود من البيوت من هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بيت فاطمة سلام الله عليها وأمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله بين للناس أن هذا البيت بيت قدوة. إذا أردتم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، إذا أردتم أن تعيشون عيشا سعيدا في الدنيا وإن شاء الله تبعثون مرتاحا في الآخرة، فعليكم بالتزام هذا البيت، عليكم بأن تأخذوا قدوة من بيت الزهراء وأمير المؤمنين، وعليكم باحترام هذه القدوة وهذا البيت. أهل هذا البيت لازم أن يبقوا محترمين، أهل هذا البيت معززين، بيتهم بيت محترم، باب بيتهم باب محترم، لأن الرسول احترم البيت واحترم الباب واحترم أهل البيت. وحتى في الليلة الماضية عند بعض الأصدقاء والإخوان كانوا جالسين بيّن أن قرب بيت الزهراء عند الباب في المدينة الناس يقولون هنا مقام جبرائيل. سأل واحد من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله لماذا سمي هذا المكان مقام جبرائيل؟ فقال الإمام سلام الله عليه: إذا كان رسول الله في بيت ابنته فاطمة سلام الله عليهما وكان يريد جبرائيل أن يأتيه بالوحي وهو في بيت الزهراء سلام الله عليها، يبقى جبرائيل هنا واقفا حتى تؤتيه الزهراء سلام الله عليها إذنا للدخول فيدخل. جبرائيل ملك مقرب ولكن لا يدخل في بيت الزهراء من دون إذن. كأن الرسول أراد أن يقول بيت الزهراء، بعل الزهراء، أولاد الزهراء، أجواء بيت الزهراء لازم أن يبقى محترمين أولا، وثانيا خذوا قدوة لحياتكم الدنيوية. حاولوا أن يكون بيتكم بيت الله، بيت الذكر، بيت التلاوة، بيت القرآن، بيت ذكر أهل البيت ليلا نهارا صبحا عشيا حتى تبقون سعيدين. وإذا حصل لأي واحد منكم أي مشكلة فعليه ببيت الزهراء، من دق باب الزهراء لا يرجع خائبا. وأرسل رسول الله ابن السبيل الذي أتى إليه في المدينة وطلب منه أن يساعده ولم يكن عنده شيء، بعثه إلى بيت الزهراء وقال: الدال على الخير كفاعله، أبعثك إلى بيت أنا متيقن أنك لا ترجع صفر الكف. وذهب وأعطته الزهراء سلام الله عليها قلادتها التي كانت هذه القلادة الحلي الوحيد عند الزهراء سلام الله عليها، ولكن هي غمضت عيناها وأعطى هذه القلادة لهذا ابن السبيل. أتى إلى مسجد رسول الله وأعطى هذه القلادة لرسول الله وبكى رسول الله وقال: فعلت فداها أبوها. هذه حقيقة بيت الزهراء. بيت الزهراء ملجأ، بيت الزهراء ملاذ، ولكن
الناس لم يحترموا هذا البيت بعد رسول الله، أهانوا هذا البيت وأهانوا أهل هذا البيت، فلعنهم الله وخذلهم الله، ونحن منهم براء. ونتوسل إلى مولانا صاحب العصر والزمان بالتبري من هؤلاء، ونرجو من الله أن يبعث لنا حفيد الزهراء سلام الله عليها، ويظهره لنا بظهوره، وانتقام من ظلمة الزهراء سلام الله عليها. بس همه عزیزان این جملات رو هم عربی گفتم. این چند بیت انشالله روزه منو توسل من باشه. امیدواریم که انشالله هممون بریم در خونه حضرت زهرا این شب و در این شبها انشالله روزیمون از حضرت زهرا بگیریم. جوانهای عزیز، در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها همه چی داره. برکت اینجاست، عزت اینجاست، عافیت اینجاست. همه چیز تو از زهرا بگیر. با حضرت زهرا قرارداد ببند امشب. بگو یا زهرا من عاشق تو ام. فاطمه جان دل به تو دادم، ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم. نظر کن به عنایت به فردای قیامت. منصور و راضیه و مرضیه و زهرا، معصومه و نوریه و صدیقه کبرا، حامیه و حنان و ریحان و کوثر، انسیه و حوریه و انسیه حورا. اینها همگی فاطمه هستند ولی نیست محبوبیت فاطمه محدود به اینها. مادر که نه بالاتر از حسنین است، دختر که نه بالاتر از آن ابیها. فردوس برین باغ بهشت است به صورت، فردوس برین خانه زهراست به معنا. پیچیده در آن عطر به و یاس و گل سرخ، بیرون زده از پنجره اش شاخه طوبی. اما با این همه قدر و منزلت خودش، همسرش، خانه‌اش چه کردن با این خانه بازم؟ خانه تاریک شد و بر در خانه شرر است. جلوی یک زن مظلومه صدها نفر تو بعضی نقلا دیدم. دفعه سوم که عمر برگشت 300 نفر با اون بود. کاش لولای در سمت دگر باز شود، در اگر باز به داخل بشود درد سر. چرا آتش از در نرو بالا، من بمیرم دم در فاطمه است. اومده بگه
به مولایم علی برسه. این طرف پشت در عمر فریاد میزد به خدا قسم در خانه و اهلش رو آتش میزنم. اگر ای اهل خانه بیرون نیای لأحرقن الدار بمن فیها او لیخرجن الی البیعة. اومدن گفتن ای عمر تو این خانه حسنینن سیدا شباب اهل الجنه. گفت حتی اگه اونا باشن. گفتن ان فیها فاطمه سیدة نساء اهل الجنه. گفت این حتی اگه فاطمه باشه. ای وای ای وای ای وای دختر پیغمبرتان است مراعات کنی. میزند فاطمه را هر که در این دور و بر آه مسنون در آتش زدن در کلیم سوخته شد میخوای در داغ شد. وای من سرخ شد تفدیل شد. فاطمه بین درست و دیوار اون چنان لگدی بر در زد میخداغ در سینه زهرا شکافت. تخته در پهلویش را شکست. من بمیرم خانم ها شما با حضرت زهرا همدردی کنید. نمیدونم تو مجلسمون باردار هست یا نه. خانمی که بارداره همه میگن هواشو داشته باشی کسی بهش تنه نزنه. یه وقت زمین بخوره بارش میفته. من بمیرم بین در و دیوار چشم نالش بلند شد. فزده بیا به خدا محسنم را کشتن. یا بالله خذینی قتلوا الله ما فی احشایی. وای وای فزده چادر برسان. فاطمه افتاد زمین کمکش کن. همه هستی من در خطر است. وای وای حرامیان ریختن تو خانه. بمیرم دستای ابرمردانم رو بستن. تناب به گردنش افکندن میکشیدن از خانه بیرون بردن. بیبی بعد لحظاتی به هوش آمد. صدا زد فزده آقایم علی چه شد؟ بیبی جان شما حالتون خوب نیست. بچه‌تون کشته شده. سینه‌تون مجروحه. پهلوتون شکسته. نمیتونید راه برید. فرمود کمکم کن برخیزم. علی تنها نمیتونم آقایم رو تنها بگذارم. میگه زیر بغلای بیبی رو گرفتم کمکش کنم. بمیرم افتاد
انشالله فرج آقا باب زبان بلند بگو یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا والاثر الباقی كمثل الدبلجي في عدد الزهراء أدوى الحجج وويلا 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 يجمل كلمة ختم من انشاءالله همه گذشتگانمون عزیز دلا جای بهمن پورم فیض ببرن روح پدر من امروز سالگردش فیض ببره گذشتگان احمد اون شبیهم که زن قصدانه اومد بدن رقیه خاتون رو باسو بده گفت من واسمه میدم این دختر بچه رو تا گفتن چرا گفت شاید مریضی مصری داشته بیبی زینب فرموده این زن غساله نمک به زخم بال ازد این دختر مریض نبوده گفت پس این کبودی ها چیه رو بده بیبی فرمود به خدا اینا جای تازیانه کعبه میام سه مرتبه شب جمعه است ظاهر و حسینم بشو سه مرتبه با صدای بلند همه بگیم یا حسین رفتی و من غرق ملالم هنوز در هوس صوت بلالم هنوز رفتی و من غرق ملالم هنوز در هوس صوت بلالم هنوز رفتی و غمهای تو را گفتمان رفتی و غمهای تو را گفتمان گلبن امید تو نشکفتمان گلبن امید تو نشکفتمان زهرا ای یار قد کمانم زهرا ای یار قد کمانم زهرا ای یار قد کمانم زهرا زهرا ای یار قد کمانم زهرا رفتی و من غرق ملالم هنوز رفتی و من غرق ملالم هنوز در هوس صوت بلالم هنوز در هوس صوت بلالم هنوز رفتی و غمهای تو ناگفتمان رفتی و غمهای تو ناگفتمان گلبن امید تو نشکفتمان گلبن امید تو نشکفتمان زهرا ای یار قد کمانم 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 فاطمه ای خفته به خاک بنی یا زهرا فاطمه ای خفته به خاک بنی یا زهرا فاطمه ای خفته به خاک بنی یا زهرا خوابگهت پس در پاک بنی یا زهرا فاطمه ای خفته به خاک بنی یا زهرا
در و دیوار نیست، محرم من جز در و دیوار نیست. زهرا ای یار قد کمانم، زهرا جانم، زهرا ای یار قد کمانم. خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا، خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا. این همه غم ارث به زینب رسید یا زهرا، خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا. این همه غم ارث به زینب رسید یا زهرا. خیز و دعا در حق همسایه کن، بر سر مرغان حرم سایه کن، بر سر مرغان حرم سایه کن. زهرا ای یار قد کمانم، زهرا زهرا ای یار قد کمانم، زهرا کمانم. خیز و نماز شب خود را بخوان یا زهرا، خیز و نماز شب خود را بخوان، قصه تاب و تب خود را بخوان. خیز و نماز شب خود را بخوان، قصه تاب و تب خود را بخوان. ای که خدا نور یقین دادن، خود بنشین بر سر سجادت، خود بنشین بر سر سجادت. زهرا ای یار قد کمانم، زهرا ای یار قد جان، زهرا زهرا ای یار قد کمانم، زهرا ای یار قد کمانم، زهرا ای یار قد کمانم. فاطمه ای خفته به خاک بقی یا زهرا، فاطمه ای خفته به خاک بقی یا زهرا، آبگرد بستر پاک بقی یا زهرا، فاطمه ای خفته به خاک بقی یا زهرا، آبگرد بستر پاک بقی یا زهرا. بعد تو با هیچ کسم کار نیست، محرم من جز در و دیوار نیست، محرم من جز در و دیوار نیست. زهرا ای یار قد کمانم، زهرا یار قد کمانم، زهرا ای یار قد کمانم، زهرا ای یار قد کمانم، زهرا مانم. خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا، خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا، این همه غم ارث به زینب رسید یا زهرا، خیز که جان همه بر لب رسید یا زهرا، این همه غم ارث به زینب رسید. یا زهرا. خیز و دعا در حق همسایه کن، بر سر مرغان حرم سایه کن، بر سر مرغان حرم سایه کن. زهرا ای یار قد کمانم، 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 زهرا ای یار قد کمانم. تمام شب تا صبح خدا خدا کردم، تمام شب تا صبح خدا خدا کردم، برای مرگ خود فقط دعا
تمام شب و صبح خدا خدا کردم، تمام شب و صبح خدا خدا کردم، برای مرگ خود فقط دعا کردم، برای مرگ خود فقط دعا کردم. علی حلالم کن، علی حلالم علی حلالم کن، علی حلالم کن. تو شمع من بودم، شمع من بودم، دور تو پروانه، تو شمع من بودم، دور تو پروانه، فدایت گشتم ولی غریبانه، فدایت گشتم ولی غریبانه. علی حلالم کن، علی حلالم علی حلالم کن، علی حلالم کن. علی حلالم کن، علی حلالم کن. به گریه تهیجه دلایتت کردم، به گریه تهیجه دلایتت کردم، به دستت بشکسته حمایتت کردم، به دستت بشکسته حمایتت کردم. علی حلالم کن، علی جانم علی حلالم کن، علی حلالم کن. علی حلالم کن، علی حلالم کن. تمام شب تا صبح، تمام شب تا صبح خدا خدا کردم، تمام شب تا صبح خدا خدا کردم، برای مرگ خود فقط دعا کردم، برای مرگ خود فقط دعا کردم. علی حلالم کن، علی حلالم کن، علی حلالم کن. علی حلالم کن. یا زهرا 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 گر نگاهی به ما کند زهرام، گر نگاهی به ما کند زهرام، گر نگاهی به ما کند زهرام.
نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، بر دل و جان ما صفا بخشد، بر دل و جان ما صفا بخشد، گر نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، همه یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، کم مخواه از عطای بسیارش، کم مخواه از عطای بسیارش، آنچه خواهی عطا کند زهرا، آنچه خواهی عطا کند زهرا، خانه مهراز رخسارش، خانه مهراز رخسارش، رشک غاره هرا کند زهرا، رشک غاره هرا کند زهرا، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، روز محشر که از شفاعت خویش، روز محشر که از شفاعت خویش، حشر دیگر به پا کند زهرا، حشر دیگر به پا کند زهرا، همچو مرغی که دانه برچیند، همچو مرغی که دانه برچیند، دوستان را جدا کند زهرا، دوستان را جدا کند زهرا، یا زهرا یا زهرا یا زهرا زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، بر دل و جان ما صفا بخشد، بر دل و جان ما صفا بخشد، گر نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، یا زهرا یا زهرا یا جانم، یا زهرا زهرا، کم مخواه از عطای بسیارش، کم مخواه از عطای بسیارش، کانچه خواهی عطا کند زهرا، کانچه خواهی عطا کند زهرا، خانه مهراز رخسارش، خانه مهراز رخسارش، رشک غاره هرا کند زهرا، رشک غاره هرا کند زهرا، یا زهرا یا زهرا یا زهرا حسین حسین بگو حسین ابی عبدالله سالار زینب، ابی عبدالله سالار زینب، ابی عبدالله سالار زینب،
گویی یا میل سالار زینب سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب تربت پاک سالار زینب تربت پاک سالار زینب شاه مظلومان سالار زینب بهر بیماران سالار زینب بس شفا دارد سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب قلب سوزانم سالار زینب قلب سوزانم سالار زینب ناله ها دارم سالار زینب چشم گریانم سالار زینب چشم گریانم سالار زینب اشکها دارد سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب این دلم یارم سالار زینب این دلم یارم سالار زینب کربلا خواهد سالار زینب چون حسین نامه سالار زینب چون حسین نامه سالار زینب دلربا دارم سالار زینب ابی عبدالله ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب ابی عبدالله سالار زینب یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا لب بزن زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا چه فرقی میکنه برای ما کجای این زمین مزارته چه فرقی میکنه برای ما کجای این زمین مزارته هر جای دنیام که باشی دله یه عده سینه زن کنارته تو عشقایی که مال روزته یه عطر و بوی آسمونیه گریه برای تو یکی از اون لحظه های خوب جوونیه از بس برات ناله میزنم صدام گرفته مثل صدا از بس برات ناله میزنم صدام گرفته مثل صدا هر جایی که
گریه میکنم برات، بلند 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 گریه میکنم برات. چه فرقی میکنه برای ما کجای این زمین مزارته، هر جای دنیا که باشی یه عده سینه زن کنارته، تو عشقایی که مال روزته که عطر و بوی آسمونیه، گریه برای تو یکی از اون لحظه های خوب جوونیه، لحظه های خوب جوونیه. از بس برات ناله میزنم، صدام گرفته مثل صدات، هر جایی که اسم تو میاد بلند گریه میکنم برات، بلند گریه میکنم برات، بلند گریه میکنم برات، بلند گریه میکنم برات، بلند گریه میکنم برات. زندگی شیرین مرتضی هر نفسش برای مادره، اگه یه دنیا رو به روش باشه پشت سرش دعای مادره، پشت سرش دعای مادره. کار من نوکری شما، کار تو مادری عالمه، از تو به ما خیلی چیزا رسید، بهترینش نوکری حسین، بهترینش نوکری حسین. نمیمونه شیعه آخرش، نمیمونه شیعه آخرش، تو حسرت گنبد طلات، نمیمونه شیعه آخرش، تو حسرت گنبد طلات، کنار شیش گوشه حسین بلند گریه میکنم برات، 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 بلند گریه میکنم برات. من عاشق روی توام، من عاشق روی توام، دل داده کوی توام، دل داده کوی توام. لطفی نما مولا
عشق تو را دیوانم، عشق تو را دیوانم، از هر کسی بیگانم، شمع تو را پروانم، شمع تو را پروانم، شمع تو را پروانم، یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن. سوز و گداز من تویی، سوز و گداز من تویی، راز و نیاز من تویی، ای حجت ثانی اشر، ای حجت ثانی اشر، ای حجت ثانی اشر، یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن. ما را ببین در زلزله بر مادر تو فاطمه، بعد از وفات مصطفی زهرا صدا میزد تو را، در پشت آن دیوار در پشت آن دیوار در پشت آن دیوار یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. تا روی زهرا شد کبود، تا روی زهرا شد کبود، مزد رسالت این نمود، از امت بیدادگر، از امت بیدادگر، از امت بیدادگر. بازا برای شیعیان خود روزه مادر بخوان، تنها ندر به خون تو، شمع و گل و پروانه تو، شمع و گل و پروانه تو، محسن صدایت میزند، یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن. یا زهرا 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 یا زهرا
اونی که شفیع محشر منه، ذکر لحظه های آخر منه. بچه سید نیستم ولی بازم حضرت زهرا مادر منه، حضرت زهرا مادر. دعای مادر که شاملم شد، مزار خاکیش همین دلم شد. با عشق فاطمه عجیب آب و گلم شد. شفیع محشر فنای آخر، دلارا دلبر عزیزم مادر، ازت ممنونم روی قلب من با خون سینت نوشتی حیدر. عزیزم مادر، عزیزم مادر، عزیزم مادر، مادر مادر عزیزم. عزیزم مادر، عزیزم، عزیزم، عزیزم مادر، عزیزم. اونی که شفیع محشر منه، ذکر لحظه های آخر منه. اونی که شفیع محشر منه، ذکر لحظه های آخر منه. بچه سید نیستم ولی بازم حضرت زهرا مادر منه، حضرت زهرا مادر. دعای مادر که شاملم شد، مزار خاکیش همین دلم شد. با عشق فاطمه عجیب آب و گلم شد. شفیع محشر فنای آخر، دلارا دلبر عزیزم مادر، ازت ممنونم روی قلب من با خون سینت نوشتی حیدر. عزیزم مادر، عزیزم مادر، عزیزم مادر، مادر مادر عزیزم. عزیزم مادر، همه خاکی و رفیع فاطمه، ضربان قلب شیع فاطمه. همه خاکی و رفیع فاطمه، ضربان قلب شیع فاطمه. توی دنیا من گریه می کنم، روز محشرم شفیع فاطمه، روز محشرم شفیع فاطمه. تنها نذاری حتی یه لحظه به حق غمبر، به حق قصه کبیر خشک دلم از نور تو سبزه. توی تاریکی بهم تابیدی، بهشت و ساختم تو که خندیدی. همش گریونم ولی میدونم تو میگم مادر جوابمو میدی. عزیزم مادر، عزیزم، عزیزم مادر، مادر مادر عزیزم. عزیزم مادر، مادر مادر عزیزم مادر. خبر
رو به قبله بشین، احسن در نزاداری انشاءالله همتون از دستان امام زمان مستعزاداری برا مادرش بگیر. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله، رو به قبله نشستی بعد عزاداری برا مادرش، دستتو بذار رو سینم با هم دیگه سلام آخر زیارت عاشورا رو زمزمه بکنیم و از این راه دور هممون ظاهر الحسین بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی حسین وعلى علي بن وعلى أصحاب الحسين. بهترین زیارت بادره انشاءالله هممون امشبتمون جز ظاهرین ابی عبدالله ثبت زند شبن، اما توسل به حضرت زهرا با بهترین طریقه انشاءالله امشب بخونین صلواتو. وقتی هم که حالشو داشتی گرفتار بودی، هر وقت هر مشکلی برات پیش اومد بگیر تسبیح و دسته رو به قبله مؤدب بنشین و 530 مرتبه بگو اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم العن الجبت والطاغوت، اللهم العن بالشرور واتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. اللهم جمعنا همه مشکلات دنیاییست عجیب، گرفتارها زیادن، مشکلدارها زیادن. دوستان امام زمان شیعیان حضرت ولی است از همه گرفتارترند. الان شیعیان منطقه نبل و زهراء سوریه، شیعیان لبنان، حتی تو فلسطین اینقدر از افراد هستند برخلاف اونی که ترویج میکنن که الان شیعیان گرفتارن. تو غزه، توی قدس، همه این کسانی که اهل بیت رو دوست دارن گرفتارن. جرمشون چیه؟ محبت اهل بیت. امشب یه فیلم بر من فرستاده بودن، یکی رو دستگیر کردن، ازش میپرسن اسمت چیه؟ میگه مصطفی. میگن شیعه یا سنی؟ راست بگو. تا میگه شیعه میخوابونی تو گوشش. چقدر شیعیان مظلوم باشند تا کی بمونن؟ دستاتون رو بلند کنید جوونا، شما تو این کشور اومدید تو مجلس از زهرا، خیلی دوستتون داره خدا، دستاتون رو بلند کنید از خدا بخواهید فرج عزیز حضرت زهرا رو برسونید.
سه مرتبه همه با هم بلند اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج خدایا فرج امام زمان ما برسان قلب مهربان و نازنینش از همه ما علم خصوص از این دست جمع عزاداران مادرش راضی و خوشنود بفرما پروردگارا ما و فرزندانمون از بهترین منتظرینش خدمتگزارانش دوستدارانش پیروان و انصار و یارانش قرار بده پروردگار اون شمری زیر این آسمان از دوستان امیرالمومنین است از سای اونایی که سفارش کردن خصوصا از سای شفای عاجل و کامل عطا بفرما گرفتاری های دوستانش هر کجا هستن در جمع ما اگر حضور دارن خدا از صاحب بهترین کیفیت و آسانترین نه برطرف بفرما حاجات همه دوستانش هر خصوص جمع حاضر خدمتگزاران و بامیان و زحمت کشان از صاحب آورده به خیر بفرما پروردگارا دست گلی از مجلس ما عائد و واصل ارواح طیبه علماء ربانی صلحان شهدا گذشتگان این دست جمع من امین روح مؤمنین و مؤمنات بیوارثا بدوارثا عائد و واصل بفرما امشب همشون رو مهمان حضرت صدیق قرار بده خدایا تا نمرده ایم چشمان رمت دیدمون اولا به جمال نورانی امام زمان و ثانیا به ذریع شش گوشه اربابمون ابی عبدالله مکه و مدینه و کاظمین و سامرا و نجف منور بفرما اون چه خواسته ایم از تو نخواسته ایم بدون محتاجیم از فضل و کرمت به ما عنایت بفرما سروران خودم علماء ربانی بر توفیقاتشون بیفزا خدایا پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم بخیر بجان محمد و آله الفاتحة مع الصلوات احسنتم فیسبوک
خانم آقای غلامی شوهرتون دم در منتظره. خانم آقای غلامی شوهرتون دم در منتظرتون. برای برقراری نظم و آرامش صلوات بفرستید. برای اینکه زودتر غذا برسه بهمون صلوات بفرستید. فردا شب هم ساعت 6 برنامه داریم. یادتون نره عزیزان، همه تشریف بیاریم. انشاءالله فردا شب هم بانی هست. گفتم که خود هیئت شاق مهدی بانی شده. شنبه هم از ساعت 2 بعد از ظهر برای خانم ها مخصوصا. و اینکه چون آقای جزایری تشریف دارن اینجا، این هفته سه شنبه شب دعای توسل هم داریم به صرف چای و قند. دعای توسل داریم به صرف چای و قند. اگر دوستان خواستن بانی بشن میتونیم عدسی بدیم. سه شنبه شب انشاءالله دعای توسل منتظرتون هستیم. اونجا دعای توسل ساعت 7 شب تشریف بیاریم. ساعت 7 شب دعای توسل سه شنبه شب انشاءالله. و چون برای سه‌شنبه وفات حضرت ام البنین هم نزدیک هست، دعای توسل همراه با حدیث کسا و روزه ام البنین انشاءالله همراه